سلام و رحمت و برکت الهی نثار شما باد. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم. برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: دریای سرخاب از حساب زمین‌های کارمی دهه لایابه و چارباغ ناحیه رشت پهنایی خود را وسعت می‌دهد و ده‌ها گکتار را شسته برده است. مقامات این ناحیه پروایی ندارند. قیام الدین عوض را در زندان بی‌رحمانه شکنجه کرده اند. ابلوی پیش از مهلت به خدمت حربی در ولایت سوغد. المسبک آتمبایف به تشکیل کودتا در قرقیزستان متهم شد. از وادی رشت به پیام خبر داده گفتند که دریای سرخاب 27 گکتار زمین‌های دهه لایابه و چارباغ جماعت دهات نصرت الله مقسوم را شسته برده است. طبق منبع این خبر آب دریا روز به روز به راهی که 4 جماعت را با هم می‌پیوندد نزدیک شده ایستاده است، اما حکومت محلی یگان چاره نمی‌بینند. نفرانی که به ما این خبر را رسانیدند با این شرط که نامشان افشا نشود گفتند دریای سرخاب 10 گکتار زمین را کنده برده است. دون اساس آبکشی 2 دهه را دریا با خود برده است که $30,000 ارزش دارند. زراعت‌های 2 دهه از بی‌آبی خشک شدند که تقریباً 1 میلیون سامانی به مردم خسارات آورده شده است، اما حکومت باشد تماما اهمیت نمی‌دهد. به ما 2 نوار کوتاه هم دسترس شده است که در آن دیده می شود دریا زمین‌های ساحل را با خود برده مساحت پهنای خود را وسعت بخشیده است. برای تایید این خبر ما به منبع دیگر تماس گرفتیم. منبع دیگر میگوید علاوه بر آنکه 10 گکتار زمین را دریا شسته با خود برده است، حدود 100 گکتار زمین دیگر در حالت خطر کنده بردن دریا قرار دارد، اما حکومت یگان چاره نمی‌بیند. حالان که حکومت میتواند ساحل مستحکم کنی را به راه مانده مجرای دریا را دیگر کند. طبق منبع خبر نبیزاده مقیم رئیس مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه رشت همه روزه از راه می‌گذرد که بر علا زمین‌های آب شسته برده نمایان است. تا شاهراه نواباد غرم همگی 50 متر مانده است. دریا زمین را کنده پهنای خودش را وسیع کرده رفته ایستاده است. این منبع ما افزود که از ناظرات انداز به خانه اش آمده برای زمینی که الکی دریا شسته برده است انداز زمین طلب کرده اند. چند نفری هم که از پرداخت انداز زمین از بین رفته اشان سرپیچی کرده اند جریمه بسته اند. او میگوید به داد ما کسی نمی رسد. تا آمدن پرزیدنت به ناحیه 10 مراتبه آمده از ما پول غون داشتند. اکنون از زمینی نبوده میخواهند انداز ستانند. ولی کسی در فکر ساحل مستحکم کنی نیست. زهر تنشان شود همان پلهای جمع کرده اشان. ما همان پلها را از کار در زمین با عرق جبین به دست آورده بودیم. یکی از زندانیان سیاسی عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قیام الدین عوض که تا سپتامبر سال 2015 ریاست بخش شهری این حزب را به دوش داشت در مؤسسه اصلاحاتی 3-2 شهر وحدت زیر شکنجه شدید قرار دارد. طبق اطلاع منبع پیام قیام الدین عوض را در اتاق جریموی یعنی شیزا جا کرده اند و آنجا از هر طرف شکنجه می شود و لط و کوب می گردد. برایش داروهایش را نمی دهند. قبول خوراک و واخوری با پیوندانش منع شده است. قیام الدین عوض از بیماری چشم رنج میبرد و در صورت بزودی نگرفتن طبابت امکانی از دست دادن بیناییش وجود دارد، اما به او اجازه طبابت داده نمی شود. همچنین از زمان حوادث خونبار زندان کرپیشنی تا هنوز قیام الدین عوض نتوانسته با خانواده اش ملاقات کند.
او را حالا با سبب نامعلومه در اتاق جریمه‌ای جا کردند و خوراک برده پیوندانش را هم قبول نمی کنند. به ما میسر نشد که با خانواده قیامالدین عوض تماس گیریم. قبلا منبع پیام درباره یک عصیان خرد دیگر در هفته گذشته در این زندان خبر داده بود. آن بدون استفاده از سلاح پخش گردیده، اما چند نفر جراحت برداشتند. از جمله انگشتان دست عضو دیگری ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، روزنامه‌نگار عبدالقهار دولت شکستند. در ولایت سغد شمال تاجیکستان الکی 2 ماه قبل از آغاز موسم دعوت ترماهی ابلغه خدمت حربی سر شده است. به شرکت‌های فروش چیپته هواپیمایی امر شده است که به جوانان لایق خدمت حربی چیپته هواپیما برای سفر به خارج فروخته نشود. طور سامانه فرغانه خبر داده است در چیپته فروشی های ناحیه اسفره اعلام های نصب شده است که بر اساس آنها جوانان تا 28 ساله بدون ارائه بلیط حربی و حجت تصدیق کننده آزاد بودن از ادای خدمت حربی حق خرید چیپته و سفر به خارج از تاجیکستان را نخواهند داشت. این اقدام موجب ایجاد محدودیت برای سفر کاری جوانان به خارج و به ویژه روسیه شده است. بر اساس قوانین تاجیکستان باید جوانان از 18 تا 28 ساله به خدمت حربی روند که تعداد آنان در این کشور بیش از 600,000 نفر می باشد. اما تعداد زیاد از این اشخاص رفتن به روسیه برای کار را نسبت به خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان افضل می دانند. از این رو برای اجرای برنامه جلب جوانان به خدمت حربی، کارمندان کمیسریت حربی و دیگر نهادهای انتظامی همه ساله به بازداشت و جلب اجباری جوانان در کوچه و خیابانها اقدام می کنند که موجب فرار بیشتر این گروه از کشور می شود. کارشناسان وجود بدرفتاری، خشونت، نبود شرایط مناسب معیشتی و اخلاقی در نیروهای مسلح تاجیکستان را عامل اساسی فرار جوانان از خدمت حربی در تاجیکستان عنوان می کنند. وجود خشونت، بدرفتاری، شکنجه، قتل و کشتارهای بیرحمانه و نبودن غذای سالم جوانای ما را مجبور میکند که از خدمت حربی سرکشی کنند. رفتن در کشور روسیه و مشقت و رنج اون کشورها را بالاتر میدونند از خدمت حربی و ما و شما صدها مثال میتونیم پیدا کنیم که جوانای ما با دست و پای سالم رفتن به خدمت حربی، از او سو با دست و پای شکسته یا هر سلامتی را با هر شکلی از دست دادند که برقرار کردن او را نتوانستند، یا اینکه زیر شکنجه و فشارهای زیاد دست به خودکشی زدند یا با هر دلیل کشتند او را، که این گونه مثال ها هم داریم که چندین افسرها را کشتند. اینها سبب می شود که جوانای ما نمی روند به خدمت حربی و بسیار خوب می شد اگر این حکومتداران ما کمی عقلی اگر داشته باشند عقلشان کار می فرماندند که همون پیشنهادی که چند سال پیشتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کرده بود که یک مبلغ معین شود تا هر کسی که نمی خواهد به خدمت حربی برود اون مبلغ، حالا که اون مبلغ بدون این هم می گیرند با طریق پاره، ولی همون مبلغ به یک شکل رسمی به بودجه دولت وارد کنند و از اون مبلغی بگیم خوراک و پوشاک عسکرا تامین شود و یک معاش برای اونها معین شود که مردم خود بگیم با شوق به سوی خدمت میآیند. چند سال پیش وزارت دفاع تاجیکستان طرح خدمت الترناتیوی را تهیه و برای بررسی پیشنهاد کرده بودند. بر اساس طرح یاد شده باید جلب جوانانی که شرایط خدمت حربی را دارند بر اساس قرارداد دو جانبه صورت میگیرد و اشخاصی که نمیخواهند یا نمیتوانند به خدمت حربی سفر برشوند با پرداخت مبلغ حجت آزاد بودن از خدمت حربی را دریافت میکنند. اما این طرح تا به حال به اجرا نرسیده است. رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان اعلام کرد آلمازبک آتامبایف رئیس جمهور سابق این کشور که هفته گذشته در هجوم نیروهای امنیتی به محل اقامتش بازداشت شد قصد کودتا را داشته است.
آرزبک آپنبایف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان امروز سه‌شنبه 13 اوگوست در یک نشست خبری گفت به طور رسمی اعلام میکنم که قصد آتنبایف کودتا بوده است. یادآور میشیم که رئیس جمهوری سابق قرغیزستان روز پنجشنبه در حمله نیروهای امنیتی بازداشت شد. تلاش نیروهای امنیتی در روز اول برای دستگیری رئیس جمهوری سابق با مقاومت طرفدارانش ناکام ماند و یک نیروی امنیتی در جریان دستگیری کشته شد. تصمیم دستگیرکنی المازبک آتنبایف پس از آن صورت گرفت که او 3 مرتبه برای بازپرسی در ارتباط با آزادی یکی از چهره‌های مافیایی در دوره ریاست جمهوریش را نادیده گرفته به دادگاه حاضر نشد. قرغیزستان در آسیای میانه که شاهد 2 انقلاب در مدت کمتر از 2 دهه بوده است، همکنون شاهد رقابت و جنگ قدرت بین سارانبای جوینبکوف رئیس جمهوری فعلی با آتنبایف رئیس جمهوری سابق است که از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهور قرغیزستان بود. این کشور که همواره به عنوان جزیره دموکرات در آسیای میانه محسوب شده است، اکنون شاهد جنگ قدرت بین رئیس جمهور کنونی و سابق است که هر کدام دیگری را به خویشاوندسالاری و فساد اداری متهم می‌کنند. آتنبایف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از جوینبکوف حمایت کرده بود. بحران کنونی پای روسیه را نیز به میان کشیده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند پیش با هر یکی از رئیس جمهوری کنونی و سابق قرغیزستان دیدار کرده بود. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. امیدوارم این روزهای عیدانه را با خوش و خرسندی با طبع بالیده و روحیه عیدانه می‌گذرانید. بار دیگر عیدتان مبارک هموطنان و همزبانان عزیزم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری کنید. ما با شماییم. با امید دیدار در روز دیگر. خداحافظ.